امر معروف ده واجب زموږ د ټولو. اگر شما تدبر و اگر تصور و اگر فکر کرده باشین دمی طمع 3 حروف است. توی میم عین نه نقطه داره و نه زبر و زیر و پیش داره. نو طمع کردن غیر الله خالی مثل طمع خالی که است از نقاط. نو عزیزان من، ما شما خود مختار نیستیم در زندگی، ما شما غلام خداوندی هستیم. همین تصور اگر کسی که میکنن شاید یا از اسلامی نظام ما خبر نیستیم یا در قصه دین نیستیم. ما شما همه غلام، ما شما همه بندگان خداوندی کریم هستیم. بادار ما شما، معبود ما شما کی هست؟ خداوند لایزال. و حکمت خلقیت انسان در جهان اساسی مقصد عبادت خداوند کریم هست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند کریم فرمود ما انس و جن را از نیستی، از عدم انتقال در وجود که دادیم، یک بهترین نازنین وجود را ما سپاردیم به انسان. گوش را شما سیل کنین، چشما را سیل کنین، بینی را سیل کنین، ابرو را سیل کنین، شکل صورت را سیل کنین، امین مویا را سیل کنین، با دستا را سیل کنین، قد قامت انسان را مطالعه کنین، شما دندان را شما مطالعه کنین. اگر هر پرزه و هر سپریپارت را که ما مطالعه کنیم، باز نتیجه خود رسیدیم که تمام پرزجات به ما شما کسی داده او تنها یک تا خداوند کریم است.